سوالی است که من چقدر پیسه جور کرده میتونم یا چقدر عاید داشته میتونم یا کمیشن من وقتی که من لایسنس میگیرم و 5% یا 6% کمیشن می داشته باشم، چه رقم میره کلکولیشن بکنین، چه رقم حساب بکنین. مثلا خانه از $5,00,000 است و شما یک افغان یا یک فامیل شما کمک میکنین که اینا صاحب خانه میشه و خانه میخره. خب خانه که اینا خریدن $5,00,000 است. از این $5,00,000 که خانه میخرن، فیس شما که 5% است یا اگر بین دو ایجنت باشه 2.5% میشه، یعنی 5% نصف میشه. امیر چه رقم کلکولیت میکنین، چه رقم حساب میکنین و همچنان وقتی که شما مثلا 5% که با خود میگیرین، بعد شما امرای بروکر خود، یعنی که با کس شما کار میکنین، با دفتری که شما کار میکنین، او را چه رقم تقسیم میکنین. امروز محاسبه زیره ما و شما صحبت میکنیم. How to calculate a 5% real estate commission. All right, so this presentation is presented to you by agently.com. If you're considering to get your real estate license, we can help you to get your real estate license. بیایم بخیر شروع کنیم که 5% calculation چه رقم شروع میشه. How do we calculate the 5% interest, the 5% commission? خب فیصد به معنی تقسیم، 5 تقسیم از 100 تقسیم، مثلا به لسان عربی فیصد یعنی فیصد که میگن، این کلمه عربی است و یعنی از 100 حصه 5 حصهش چند میشه. ای تو فکر کنین آسان میشه. خب what 5% actually mean؟ بیاین مثال میریم. یک خانه رو مثلا خانه است، مثلا بیاین $4,00,000 است. این قیمت خانه $4,00,000 است. خب $4,00,000 شما تقسیم 100 که بکنین، این میشه 4,000. یعنی آسانش همیست. من که فکر میکنم میشه مثلا 5% 1,000,000 چند میشه؟ 1,000,000 تقسیم 100 بکنیم 10,000 میشه و 5%ش 50,000 میشه. به خاطر که 1% اگر 10,000 باشه 5%ش 50,000 میشه. یعنی آسانش بر من همیست. 100 تقسیم 100 بکنین 1/3 1 است. 5%ش یعنی 5/3 است. خب اینالی شما خانه به که کمک میکنین که خانه بخرن. خب اینالی کرانشین بودی بیچاره، هر ماه کرا میداد، پیسهش میرفت، اینال صاحب خانه شد. خب اینال صاحب خانه که میشه، ای 5% فکر کنین کمیشن شما که میشه، قیمت خانه است 4,00,000 و طریقش است که فکر بکنین 5% که است، اگر از نگاه مخی محاسبه رو در فکرم میکنم، مثلا زود در فکرم زود میآید. اگر میخواین که مثلا تقسیم بکنین، اقسم بکنین. مثلا که یک مثال ما شما میاریم، قیمت خانه است 5,00,000. فهمیدین؟ 5,00,000 این 5,00,000 است. ایره که 5% میگن، آسانش است که ضرب میکنین، ضرب 5%، 5 تقسیم 100 یا 5 تقسیم 100 بکنین 0.05 میشه. در تلفن تان که اگر در تلفن مثلا کلکولیتر تلفن میکشین، مثلا که تلفن مسته آسان ترین طریقه، مثلا یک نفر پرسان میکنه آیفون است، مثلا آیفون میگیرین. خب کس پرسان میکنه میگه خب قیمت خانه، کلکولیتر بکشین، میگین که اوکی قیمت خانه است، کلکولیتر قیمت خانه است مثلا 5,00,000. اوکی 5,00,000 نوشته میکنین. این تو مثلا 5,00,000 من نوشته کردم، ببینین 5,00,000. خب تقسیم 100 ببخشین ضرب تقسیم 100 ضرب 5. این رقم 5,00,000 تقسیم 100 ضرب 5. یعنی می آسانش همی است. فقط در قیمتی که است میگه 25,000 است. خب فکر کنین که خب یک قیمت خانه است 7,00,000 است.
افلک کمیشنش 5% چقدر میشه؟ افلک ضرب 100 تقسیم 7. هر فیصد که میگه امو قیمت ضرب 100 اول بکنین و بعد از این ضرب 100 کردین تقسیم 5% گفت تقسیم 5 کنین، 7% گفت تقسیم 7 بکنین، 6% گفت 6 بکنین. خب مثلا حالا افلک ضرب 100 تقسیم گفتیم 5%ش 5%ش یک لحظه. افلک تقسیم 100 ضرب 100 نیست، تقسیم 100 تقسیم 100 ضرب 5 اینی قسم. افلک تقسیم 100 ضرب 5 مساوی میشه 35,000. اگر نفر مشتری شما یا کلاینتتان خانه بخره که افلک رو به قیمتش باشه، اگر از روی 5% حساب بکنیم کمیشن شما 35,000 میشه. خب دیگه مثلا براتون راهنمایی بکنیم، یک قیمت خانه فکر کنین که 1,000,000 باشه. 1,000,000 تقسیم 100 ضرب 5 میشه 50,000. خب اینمی آسان ترین طریقش است از نگاه کلکولیشن و در روز چی هم براتون کلکولیشن میته، یعنی روز امتحان براتون یک ماشین حساب براتون اجازه است. خب طریقش اینمی رقم میشه که عبارت از 5 لک تقسیم ضرب 5 تقسیم 100 که عبارت از 25,000 میشه. 25,000. اوکی. و این یک چیز خوبی داره که شما تمرین که میکنین، مثلا تمرین میکنین بازی چیز آسان میشه. حال تقریبا اکثر اعداد بر ما بگوین من میفهم که مثلا 5%ش چقدر میشه. فکر کنین یک خانه باشه 2 لک، 5%ش چند میشه؟ 10,000. 5%ش 10,000 میشه. به خاطر که من 2 لک تقسیم 100 کردم این شد 2,000 ضرب 5 کردم این شد 10,000. من میره در فکرم کردم امیالی. مثلا شما بگین 3 لگ پس 3 لگ 5%ش چند میشه؟ من گفتم 15,000. به خاطر 3 لگ من تقسیم 100 کردم این شد 3,000. یک 3 شد 3,000 ضرب 5 کردم این شد 15,000. 4 لگ بگین 5%ش چند میشه؟ من میگم 20,000. 4 لگ تقسیم 100 کردم این شد 4,000. باز 4,000 ضرب 5 بکنین 20,000. 1,000,000 5%ش چند میشه؟ 50,000. به خاطر که 1,000,000 تقسیم 100 کردم که عبارت از 10,000 میشه و در ضرب 10,000 تقسیم 5 کردم این میشه 50,000. امی رقم آسان براتون با تکرار. مثلا من دمی بخش تقریبا 6 سال است یا 7 سال است که من کار میکنم. خب زیاد تکرار کردیم برام آسان شده. روزهای اول بر ما مشکل است، لیکن آهسته آهسته با مرور زمان و با مرور تمرین آهسته جور میشه. فقط راز موفقیت صبر است. صبر و حوصله و تمرین. میشه که کمی خودتونم بخونین که براتون واضح تر شود. و این شارتکتش find 10%، divide that number by 2. مثلا let's find مثلا let's 400,000 10%ش چقدر میشه؟ مثلا 40,000 تقسیم 20 و تقسیم 2 کنین 20,000 میشه. اونم 10%ش هست. 5%ش باز نصف از اوست که بازو 20,000 میشه. اوکی. خب این میشه که شما کمی بخونین آسان و همچنان پرکتیس هست. رقم شما کم پرکتیس شه ببینین، ویدیو رو پاز کنین یا کم سرش کار بکنین و همچنان دیگه پرکتیس سر پرکتیس ما براتون به نظرم گفتم یه ویدیو رو یک دقیقه پاز کنین سرش کار بکنین. این یک طریقایش است. اگر تا می مرحله رو که ما براتون تشریح کردم اگر یاد گرفته باشین اینا
دیگه یک فقط به خاطر تمرین فکر کنید. اگر مرحله که من براتون تشریح کردم اگر تو تا هنوز هم واضح نبود، این استراتژی رو ببینید که از این استراتژی شما اگر براتون کمک بکنه که آسان‌تر باز شود. و همین رقم اینا کلیش تمرین از ویدیو رو پاس کنین، سرش تمرین بکنین. alright. خب این حال یک بخش دیگهش این است که شما باید این رو بفهمین که هر کمیشن که شما میگیرین امروی بروکر تقسیم میشه. بروکر در دفتر است که شما خود راجستر کردین و صاحب او دفتر بروکر است که از شما یک درجه لایسنسش بالاست، تجربه از او بالاست. شما هم که مثلا 3 سال یا 2 سال یا 4 سال کار کردین، شما هم بروکر شده میتونین. اما قسمی که هست امروی بروکر که شما کار میکنین مثلا 10% او میگیره یا 20% او میگیره. خب اگر 10,000 کمیشن باشه، اگر 10% او بگیره، از 10,000 1,000 او میگیره، 9,000 شما خانه میبرین. اگر 20% او بگیره، 2,000 در بروکر میتین، 8,000 به خود پیسه را در خانه میبرین. طریقش او است. مطلب از این است اگر بعضی بروکرها میگن 30% میگیره، 20%، خب اکثر بروکرها بین 10 تا 20% میگیرن و خلاص. right. این ویدیو را کم پاس کرده، کم بخوانین شه. به نظر من امی بخش من براتون آسان تشریح کردم، انشالله که مشکل نخواهد بود. اوکی. سیلز پرایس ضرب در پرسنتیج. خب مثلا سیلز پرایس ضرب در 0.05 مساوی میشه به کمیشن شما. alright. So don't be afraid of real estate math. Most real estate math is not advanced mathematics. It's about learning a small number of concepts and practicing them repeatedly. Once you understand percentage, commissions, prorations, mortgage, square footage, few other core concepts, the math portion of real estate exam become much easier. In that, we're going to talk about, in different presentation. Next video, we're going to talk about, so today we talked about percentage and commission. So we're going to talk about like proration, like tax prorate. How do you prorate taxes, and how do you calculate mortgage, and how do you calculate square footage? Okay, how do you measure, and few other things. Then that's it. خب مطلب از این است که ریاضیات ریال استیت مشکل نیست. یک 4-5 کانسپت است که شما بفهمین و بعضو تکرار میشه. یعنی مطلبش این است. خب کسایی که اگر در صورتی که شما خودتان در جریان امروی ما کار میکنین که ما براتون لایسنس قرار است بگیریم و این ویدیوی ترینینگ بود که شما موفقانه دیدین، پرکتیس کنین، دوباره ببینین. و اگر یک ویدیو است که شما بار اول میبینین، میشه که در وبسایت ما برین، در agently.com دیتیل خود شریک بسازین و امروی ما به تماس شوین که ما امرویتان همکاری کنیم که بخیر لایسنس ریال استیت تان بگیریم. به خاطر مانع بین $10,000 الا $20,000 شما آسان جور کده میتونین. امکان داره، زحمت خود داره، هر کار زحمت خود داره، لیکن پتانسیل پاسیبیلیتیش هست. بعضی کاراست که شما جانتان بکشین 2,000 3,000 4,000 5,000 جور کده نمیتونین، لیکن یک کاری است که شما زحمت بکشین 10 تا 20,000 ماهانه آسان جور میشه، یعنی قابل امکان است. خب باز میشه که امروی ما با تماس شوین و شماره تلفن ما که است از طریق واتساپ با تماس شوین 646-323-5444. این شماره واتساپ ماست. امروی ما به شکل تماس شوین یا امروی دفتر ما و ما به خدمتتان هستیم. موفق باشین. کدام سوال بود در کامنت بانین یا از طریق واتساپ امروی با تماس شوین و ما به خدمت